در حدیث آمده است که شیطان به نزد روح آید و در حالت نزع یعنی سکرات موت از طرف چپ بنشیند و به بنده بگوید که اسلام را ترک کن و بگو که الله تعالی دوتاست، نعوذ بالله، تا از سختی جان کندن رها یابی. چون کار چنین است برای بنده این خوف بزرگ باشد، پس باید که ای بنده با گریه و زاری عبادت، رکوع و سجود بسیار داشته باشی، شب زنده داری نمایی تا از عذاب الهی نجات یابی. از حضرت امام ابو حنیفه رضی الله عنه سوال کرده شد که کدام گناه برای ربودن ایمان بیمناک و ترساننده تر است؟ گفت ترک کردن شکر ایمان، ترک کردن خوف خاتمه و ظلم کردن به بندگان خدا. در کس این سه خصلت باشد احتمال دارد که از دنیا به ایمان و کافر رود، مگر کسی را که او را نیکبختی ازلی یافته باشد. گفته می شود که سخت‌ترین حالت در حالت سکرات موت این تشنگی و سوختن جگر است، چون در این لحظه بنده سخت تشنه می گردد. شیطان را فرصت موافق دست می دهد تا ایمان را سلب نماید. او با کاسه آب خنک بالای سر بنده آمده کاسه را پیش او جلوه می دهد، از آن که بنده به درستی نمی داند که او شیطان است. گوید مرا از این آب بده. شیطان به او گوید اول بگو این عالم را سماع نیست، پس تو را آب بدهم. چون بنده مؤمن او را پاسخ ندهد، پس از طرف پایهای او بیاید و کاسه را همچنان جلوه دهد. باز مؤمن بگوید بده مرا از آن آب. شیطان گوید بگو کل پیامبران دروغ گفتند تا تو را آب بدهم. پس کسی را که بدبختی یافته باشد موافق خواهش شیطان پاسخ بدهد، زیرا چنین سردرد طاقت تشنگی ندارد، پس از دنیا کافر خارج گردد. كمثل الشيطان إذ قال للإنسان اكفر فلما كفر قال إني بريء منك إني أخاف الله رب العالمين. مانند داستان شیطان است. چون به آدمی گفت کافر شو، پس چون کافر شد گفت همانا من از تو بیزارم، هر آینه من از خدا پروردگار عالم ها می ترسم. سوره الحشر آیت 16. اما کسی را که نیکبختی دریافته باشد ابلیس لعین را رد کند و داند که پیش او راهزن دین و ایمان مکر و حیله دارد. حکایت شد که چون موت ابو زکریای زاهد فرا رسید، در حالت سکرات موت او یک دوست و رفیقش به نزدش آمد و او را با گفتن لا اله الا الله و محمد در رسول الله تلقین نمود. ابو زکریا از او روی تافت و این کلمه را به زبان خود نراند. بار دوم دوستش او را به گفتن کلمه توبه تلقین نمود، اما ابو زکریای زاهد باز هم روی گردانید. بار سوم برای گفتن کلمه ابو زکریا دعوت شد، اما او گفت نمیگویم. این را شنیده دوستش از خاتمه وی ترسید. چون ساعتی از میان گذشت در او حالت سبکی پیدا شد و چشمان خود را گشاده پرسید آیا مرا چیزی گفتید؟ و او گفتم آره، 3 بار به تو گفتن کلمه توبه را تلقین نمودیم، اما در 2 دفعه اول از ما رو گرداندی و در مراتبه سوم گفتی نمیگویم. ابو زکریا گفت شیطان با کاسه از آب به نزد من آمده بود و بر جانب راستی من ایستاده کاسه را جلوه دادن گرفت. پس از من پرسید
آیا به آب حاجت داری؟ گفتم آره. گفت بگو عیسی پسر خداست. 2 دفعه از وی رو گردانیدم. باز از طرف پای من آمد و همچنین تلقین کرد. از او اعراض کردم و در نوبت سوم گفت بگو نیست خدای. گفتم نمیگویم. پس شیطان کاسه را به زمین زد و با تأسف زیاد برگشته رفت. دانید که من دعوت ابلیس را رد نمودم، نه از شما را، و گواهی میدهم و این که نیست معبود برحق جز خدای تعالی و محمد بنده و فرستاده برحق اوست. از منصور بن عمار رضی الله عنه روایت شده که گفت هرگاه موت بنده نزدیک بیاید، حال او بر 5 طریقه تغییر کند، یعنی مال با وارث، روح برای ملک الموت، گوشت بدن برای کرمها، استخوان برای خاک و نیکیهایش برای خصومت کنندگان. پس وارث مال را، ملک الموت روح را، کرمها گوشت را، خاک استخوانها را و خصومت کنندگان نیکیها را میبرند. ای کاش شیطان هنگام در رسیدن موت ایمان را نبرد، که رفتن ایمان این دوری از خداوند است. و تحقیق جدا گشتن روح از بدن جدایی پروردگار نیست، بلکه این آن است که عوض ندارد. الله در کار خود داناتر است.